خب اینم کوکی های خیلی خیلی خوشمزه ما، طعم فوق‌العاده‌ای داره و خیلی خوشمزه و لذیذ شده که با چایی خیلی خوشمزه است. خب دوستان عزیزم، اینم خورشت فسنجون ما، یک شب تا صبح کامل روی حرارت خیلی خیلی کم مونده و ببینید چه روغنی هم که انداخته. به 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 از این فسنجون. سلام دوستان عزیزم، چطورین؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید، شاد باشید، خوشحال و سلامت و پر انرژی. امروز براتون میخوام فسنجون درست کنم، اونم چه فسنجون خوشمزه‌ای. روغن گردوها رو قشنگ نرم کردم به صورت یک خمیر در اومده و بعد تفتش دادم توی همین قابلمه سفالی و بعدم آب بهش اضافه کردم. تا این مرحله این کار رو انجام دادم. یه 3-4 ساعت میذاریم گردوهامون روغن بندازه و مراحل بعدی رو انجام میدیم. اونجا هم برنج شستم و خیس کردم، یه نیم ساعت بمونه و برنج که برای فسنجون هست رو حاضر کنیم. خب حالا تا فسنجونمون درست میشه میخوایم یه کوکی خیلی خوشمزه هم برای بچه ها درست کنم. البته میخوام 2 برابر درست کنم. شکرش رو ریختم، نیاز به 250 گرم شکر داره که من 2 برابر ریختم. 2 تا دونه تخم مرغ و کردم من 4 تا دونه میشکنم داخل شکر. بسته وانیل، خب با میکسر خوب به هم میزنیم تا غلیظ بشه و رنگش هم روشن بشه. 5 دقیقه لازمه. ببینید به این صورت کشدار شده. تو این مرحله کره رو اضافه میکنیم. 150 گرم کره برای من چون 2 برابر درست کردم 2 برابر میشه. کمی هم با کره میزنیم، زیاد نمیخواد. بیست و 90 گرم آرد 2 برابر میشه 580. آرد رو اضافه میکنیم. دو قاشق غذاخوری هم، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر 2 برابرش 2 تا. این اضافه کنم به آردمون. 1 اینم 2 تا. شروع میکن به هم زدن. و 100 گرم هم شکلات عزیزان. 100 گرم که 2 برابرش میشه 200 گرم. اینم 200 گرم شکلات. شروع
میکنیم حسابی هم زدن و مخلوط کردن موادمون. خب کاغذ روغنی رو میندازیم ته ظرفمون. اینم مواد کوکیمون هست که خوب مخلوطش کردم، نیم ساعتم استراحت کرده با قاشق مخصوص بستنی که همش یک اندازه بشه. همه رو با فاصله باید بذاریم چون که حجمش 2 برابر میشه. فاصلهش رو باید زیاد بکنیم که به هم نچسبه. یکی هم اینجا، یکی اینجا. میره توی فر به مدت 10 دقیقه با دمای 180. خب دوستان اینم سری اول کوکی ها. ببینید حجمش 2 برابر شده، چقدر پوف کرده و فوق العاده خوش‌طعم و خوشمزه به نظر میاد. الان داغه. من اینا رو صبر میکنم که یکم سرد بشه، میچینم توی ظرف مخصوصی که خوشگل باشه، بعد امتحانش میکنم. الان داغ داغ نباید دستش بزنید چون که خیلی ترد و شکننده هست. بعد موقعی میخواید بردارید خیلی با احتیاط با یه همچین وسیله‌ای که مخصوص ماهی هست زیرشون میکنید تو خیلی ترد و نرمه چون که داغه. میچینیم اینجا. حالا سریای بعدیش رو مجددا درست میکنیم. خب دوستان عزیزم، شیرینی های خوشمزه ما کوکی ها حاضر شده. ببینید چقدر خوشگل و خوش‌طعم و خوشمزه شده. طعم فوق‌العاده‌ای داره. حتما اینو امتحان کنید. امتحان کردنش میارزه. همراه با چایی که گذاشتم. نوش جان عزیزان، امیدوارم لذت برده باشید از این شیرینی خوشمزه. خب اینم کوکی های خیلی خوشمزه ما. طعم فوق‌العاده‌ای داره و خیلی خوشمزه و لذیذ شده که با چایی خیلی خوشمزه است. همراه با چای فوق‌العاده برای عصرونه عالی است. همینجور برای صبحانه موقع میرید سر کار یه دونه‌شو میخورید و سریع میرید سر کارتون. این شیرینی خوشمزه ما به امتحان کردنش برای یک بار میارزه. حتما امتحان کنید که مرتب درستش میکنید و لذت میبرید. خب دوستان عزیزم، اینم خورشت فسنجون ما. یک شب تا صبح کامل روی حرارت خیلی کم مونده و ببینید چه روغنی هم که انداخته. به از این فسنجون. با سینه مرغ درست کردم. خیلی هم روغن انداخته. بذار یکم از روغناشو اینجا جمع شده بگیرم. ببینید خیلی زیاد روغن انداخته. اصلا هم هیچیشو سرخ نکردم که بگید مال سرخ کردن هست. روغن خود گردو تنهایی هست. اینم از فسنجون فوق‌العاده لذیذه ما. حتی مرغش هم من همینجوری سرخ نکرده انداختم توی فسنجون. به همه اینا خیلی زیاد روغن انداخته و طعمش هم فوق‌العاده شده. اینجا هم برنج سفید رو داریم و حالا می‌خوایم این غذای خوشمزه رو سرو کنیم دوستان عزیزم.
اول برنج رو میکشم. حتی هنوزم داره ریز جوش میخوره به خاطر که ظرفش سفالیه. خورشتمون رو توی این ظرف میکشم. به به به، فقط از این خورشت فسنجون بسیار لذیذ و جا افتاده، چون حدود 10 ساعت روی حرارته، شاید بیشتر، البته با حرارت خیلی خیلی کم. اینم خس خورشت فسنجون ما دوستان خوبم. طعمش هم بی‌نظیر، عطر و بوشم فوق‌العاده شده و زعفرونم توش ریختم، فراموش نکنید زعفرونو. امیدوارم از غذاهای امروز منم خوشتون اومده باشه، چه از اون کوکی های خیلی خوشگل و خوشمزه که درست کردم و چه از این فسنجون فوق‌العاده بی‌نظیر و خوش‌طعم و خوشمزه و نهایت لذت رو امروز برده باشین. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار دوستان خوبم.